عزیز دیگه رسیدیم به اینجا دیگه بریم بخیر پرسان کنیم چقدر میشه تیکتش. اونا که از اینجا کسی که دوست داشته باشه پیاده روی بره از این قسمت میتونه تا آخر پیاده روی بره ولی تلکابین هم هست ولی ما چون خسته هستیم دیگه میریم تا نصف راه تلکابین. یه با ما باشید. اینجا هم کلبه زیبای ما نه مال منطقه است. بله همینجا که دو رقم تلکابین است. یکیش که کلان دوروبرش حفاظ است یک رقم دیگه فقط میشینی دیگه همون تو دوروبر خالی. البته کسایی که دوست داره که هیجان تجربه کنه به نظر موضوع خالیش بره که دوروبرش آزاد باشه بتونه پایین سعی کنه. کفی کودک هستن یا من فکر کردم آدمای کلان داره بایسکل دوازی میکنن. یک قسمت هم یک قسمت هم مخصوص پارکینگ و زیبایی های دیگه حالی بریم اونجا. پارکینگی بود که ما پارک نیافتیم دیگه رفتیم کمی دورتر دیگه پیاده اومدیم این طرف. خب اینشون چند جای مختلف داره کلا دیگه نقشه همینجور که میبینی آدم در از کسی که خیلی میخواد بالا بره قسمت تاپ پلاتو رو میگیره از اونجا میره. نیوال بپرسیم که به خاطری که دو جای مختلف داره یک قسمتش یه طرفه یک قسمتش یه طرفه باید پرسان کنیم که کدامش میبره تا آخر. یه هم زیبایی های دیگه اونجور که میبینید باز البته آدم میتونه هم خودش بگیره هم ریسپشن داره که میتونه بیای آدم بلیت بگیره. خب قیمت هایش هم تقریبا نفر 235 برای بزرگسالا و 180 برای 7 تا 17 سال. خب ما تازه بلیت گرفتیم تقریبا 450 شد دیگه حالی باید بریم سوار تلکابین بشیم. Perfekt. Var det du Erik ska välja en bild? Ja, jag får den bra. Gör så här. Jespa. Yes. Eller yes. Yes om du får den. När man ger. Snällt att ta med sig. Den är cool. Och nu. Nej, otroligt. Alltså otroligt. Varför jag hängde lite för syster. Om det rasar. Tror inte du hinner tänka så mycket بالاخره رسیدیم در بالای کوه. حالا گلایدر رو میبینیم که سوار شده دیگه. از این قسمت 1 ساعت پیاده روی داره که در قله رو برسیم. اینجا چشمام داره سنگا تره. آره خب باید راهش پیدا کنیم آدرس ها رو بزنیم. ولی بازم یک هفت Årskursen Brandlit 1 kilometer. آره اینجا چشمه.
جاییه. صدایت نمیاد. منظر بسیار زیبای قابل مشاهده است و جالبی اینجا چیه که مثلا این دشت رو سعی کنید که فیلم روی زمینه. اگر فیلمبردار بگیره قسمت ها رو انگاری که روی زمین هستیم، ولی در حال که 1400 متر بالا آمدیم ما و واقعا خیلی قشنگه، یعنی روح آدم تازه میشه. همینجور که میبینید ما در حال رفتن به ادامه مسیر هستیم که تقریبا شاید 1 ساعت پیاده روی راه داشته تا او بالای قله برسیم. یک جاییه دیگه دوستای عزیز سعی کنیم، خیلی مقبول است. براتون پیشنهاد میکنم که بیاین اینجا دیگه. با گفته نجیب جان روحتون تازه میشه. واقعا همونطور است. به حد زیبای این قسمت که آدم واقعا حیران میمونه در نقاشی که خدا خلق کرده اینجا. چقدر قشنگ. با سعی میکنیم اون قسمت ها همایشه نیمچه جزیره واری یا برکه واری در سطح خیلی بالایی از زمین هستیم، ولی هنوزم صاف هم مثلا خیلی جالبه. ترکو را هیچ وقت ما ندیدیم. آره واقعا از وصفش هرچی بگم سر کوه میشه خانه جور کرد اینجا. خلاصه صاف است. خودتون باید بیایید دیگه. ما هرچی بگیم کم گفتیم. باید بیایید اینجا بشینید، چای بخورید، منظره رو سعی کنید، فیلم بگیرید دیگه. مقصد ما البته بالاتره که همونجا آخر قله که ببینیم در کجا میرسیم. تا فعلا آمدیم یک قسمت دیگه از زیبایی. باش ببینیم این طرفش چیه. بیشتر اون طرف سعی کردیم، حالا این طرف سعی کنیم ببینیم آیا لذت دارد یا ندارد. اینه تو این چی میگن؟ رودخانه میگن نه؟ آره دیگه رودخانه است. این رودخانه رو که من میبینم یاد فیلم برد بوکس میفتم. البته فیلم برد بوکس رودخانهش خیلی نازکتر بود. آخر زمانیه؟ خیلی مقبوله. اینجا باید عینک‌ها رو پس کنیم، با چشما باید ببینیم. اون مقبولی که با چشم دیده میشه در پشت کامera دیده نمیشه در فیلم. بچه موبایلم قویه، بیننده هم میتونه ببینن و زیبایی 90% دیگه. مرتبا میگردن. آفرین دوستا و علاقمندای عزیز و سابسکرایبرای عزیز، سر کوه که میایین یخ است، ولی تو بدوین یا پیاده روی تیز بکنین گرم میایین دیگه. اینمی گفتنی را داشتم دیگه. در ادامه فکر میکنم که گرم میادم. قله اصلی شاید اونمو قسمت باشه، ولی بازم باید بریم و ببینیم. دوستا فکر نکنیم که ما هیچ چیز نداریم. آمدیم کلی باران را تشاورم داریم. دیگه دوستای عزیز یک چیز خیلی کیوته که براتون میخوام نشون بدم. دیگه سر سنگش تو گلای مقبول و چوچگک رشد کرده. نه کیوته، خیلی نازه.
اینجا است. خیلی مقبوله. خب کودکی درون خود نمایان کنیم، حالا میریم انرژی مردانه خود نمایان کنیم، بریم از سر کوه. سرننگ برموندم دیگه، نباید بزرگ بریم بودم تو جنگی بریم پایین. خانم جان چطور جاییه؟ بسیار یک جای مقبول و دیدنی است. به نظرت میشه این قسمت این جا را برای بیننده ها ریکومندره کرد، یعنی توصیه کرد، پیشنهاد داد؟ 100%. اینجا دیگه بایدی است. کسایی که در سویدن زندگی میکنن یا در نروژ بایدی است. چند ساعت راه بود تا اینجا؟ از خانه ما از یونشپینگ تا اینجا را تقریبا 10 ساعت بود فکر کنم. 10 یا 10 و نیم. آره با ماشین شخصی. آره. اگه یک سر بدون آدم، ولی ما بعضی جا استاپ کردیم با غذا کردیم. یک چیز البته غیر منتظرم نیست، ولی برف میبینیم در اینجا. در تابستان. با هم در تابستان. فکر کن چقدر آدم بالا آمده که همچین برف رو میبینه. چی نمایی به به. واو. بالاخره به قلهش رسیدیم. ببینید چی جاهایی داره قله. این هم یک جای مخصوص کسایی که کافه بخوره، استراحت کنه، نان بخوره. و این هم قله اصلی. چی میسی آی تو جنگ سالا را دیده، دیلقت تیر زده اوگا دیده، دیلقت تیر زده اوگا دیده. رقمی لشکری چنگیز و مغول آتیش زده، تمام ایشا را دیده، آتیش زده تمام